با مقصد تشویق و ترغیب طرز حیات سالم در جامعه و جلب کودکان و نورسان به ورزش از جمله به فوتبال بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث رهبریت و آموزگاران تربیت جسمانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 جماعت دهات مسجح ناحیه مسجح و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی این ناحیه در ورزشگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی مذکور مسابقه عاید به فوتبال بین خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی 11 دسته خوانندگان از همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جماعت دهات مسجح اشتراک و مهارت سنجی کردند. امروزها از طرف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد ساحه ورزش بسیار توجه خاص می‌دهند و ما از این تصمیم گرفتیم که برای بلند شدن سویه بازی ورزشی بچگان بین خوانندگان جماعت دهات مسجح یک بازی فوتبال تشکیل نماییم و این باعث آن می‌گردد که در بین این خوانندگان فوتبالیستان بهترین برآمده در دسته منتخب ما بازی می‌کنند. امیدوار هستیم که شرف تاجیکستان را در تمام جهان بلند می‌بردارند. مورد با ذکر است که نمود فوتبال سال سال در کشور ما رشد و رواج یافته ایستاده است. محض توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون فوتبال کشور به این نمود است که در برابر فوتبال کسبی امروز این نمود عمومیت پیدا کرده ساکنان سرشمار به فوتبال مشغول می شوند. این است که برگزاری مسابقه ها بین ساکنان، بین کودکان و نورسان، مخصوصا بین خوانندگان مؤسسه های تعلیمی در شهر و ناحیه های ولایت سوخت به حکم عنعنه در آمده است. در ناحیه مسجح نیز به رشد و عمومیت فوتبال توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. در این ناحیه که ساکنانش به ورزش رغبت زیاد دارند، منتظم مسابقه ها بین ساکنان جماعت و محله ها و بین مکتب ها گذرانیده شده در آنها در برابر فوتبال بازان هواداران سرشمار نیز اشتراک می نمایند. باعث افتخار است که بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتمان و 35 سالگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 طول 6 روزه که بازی فوتبال ادامه دارد. در این چهاربینی دسته‌ها خیلی فعالانه اشتراک نمودند برای معین نمودن دسته بهترین، برای معین نمودن بازیگر بهترین جماعت دهات مسجح. ما آموزگاران مؤسسه کوشش میکنیم که همین چهاربینی‌های حربی ورزشی خوبتر شود. وقتی که جوانان با ورزش مشغول میشن شجاع و جسور به وای میرسند و آینده برای خلق وطن خدمت شایسته میکنند. مسابقه فوتبال بین خوانندگان 11 مؤسسه تعلیمی جماعت دهات مسجح طی 6 روز در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته دسته‌های مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 24 و 4 جماعت مذکور بازی‌های خوب نشان داده و دور نهایی راه یافتند. در قسم اول دیدار نهایی گشودن حساب با بازیگران هر دو دسته میسر نشد. در دقیقه پنجم قسم دوم بازی فوتبال بازان دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 از ادامه دادن بازی دست کشیدند و غالبیت تکنیکی به بازیگران دسته مؤسسه تعلیمی رقم 24 داده شد. غالبان مسابقه با مدال و افتخارنامه و جام و تحفه‌های خاطروی تشکیل کننده های این چهاربینی ورزشی قدردانی کرده شدند.